سلام دوستان، امروز اومدیم با آموزش ریختن اسکین برای اندروید. خب اول وارد مایکت میشیم، سرچ میزنیم ماینکرافت، سپس این برنامه رو دانلود میکنیم. پس از دانلود واردش میشیم و یه دیلی ریوارد میاره که اونم روی اولش کلیک میکنیم و اونو میگیریم. سپس میایم مایتر گزینه اسکین رو میزنیم. اینجا چند نوع اسکین داره، ما یکیش رو انتخاب میکنم. من مثلا میام این اسکین رو انتخاب میکنم. خب حالا این گزینه پایینش میزنم، میرسه به این استال اسکین. این استال اسکین که میزنم، گزینه آخر ماینکرافت پی رو انتخاب میکنم. حالا ما رو وارد ماینکرافت میکنه. اینجا اون بالا پیغام میاد که این اسکین برای ما دانلود شده. سپس ما میایم اینجا پایینمون اسکینی که داریم گزینه رو کلیک میکنیم، میریم اونجا روی اسکینی که میخوایم تغییرش بدیم میمونیم و این گوشه روی اون اسکین میمونیم چون قراره اون اسکین عوض بشه. این گوشه سمت چپ گزینه سوم، میایم روی اون کلیک میکنیم، کلاسیک اسکین. روی اون گزینه باید بریم. اون موقع این پایین میایم یکم پایین تر، اسکینمون هستش، اون اسکین رو انتخاب میکنیم و پایینش اون گزینه رو میزنیم که سیو بشه برامون و اینجا میبینید که اسکین برامون اومده و راحت میتونیم با اسکین بازی کنیم.